دستا بیاد بالا. ای اهل حرم انتظار بنده اینه که عجولانه عمل نکنن و در جای مناسب این انتقام رو بگیرن. یه چیزیه که عیان این موضوع، چون اسرائیل باعث ناامنی منطقه خاورمیانه شده، چون هم با حملاتی که به مردم مظلوم غزه کرده، هم با غصب منطقه جولان و قسمتی از منطقه غزه. اصلا آمریکا اینجا چیکار داره؟ تو منطقه چرا باید باشه؟ منطقه مال اهالی منطقه است. هر کاری میخوام بکنن اهالی منطقه باید این سیاست رو بذارن. آمریکا از اون ور دنیا اومده میگه چی؟ برای چی آخه؟ من نمیفهمم واقعا. سالهاست اومده اینجا. البته مشخصه برای چی اومده، برای منافعش، برای مسائل سیاسی. همه اینا اومده سلطه کنه، اومده زور بگه به مردم. برای شهدا بیاید تا